به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه می‌دانی شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از 1000 ماه است. فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان برای تقدیر هر کاری نازل می‌شوند. شبی است سرشار از سلامت و برکت و رحمت تا طلوع سپیده. بهترین دعایی که در شب‌های قدر انسان از خدا می‌طلبد این دعا: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. پروردگارا تو با گذشت هستی و